سلام، خوش من به این ویدیو اومدیم امروز دو تا ورسز اتک بازی کنیم که ببینیم به بهتر میکنم از سیمپل فری یا میبازیم شکست میکنیم. اون بریم اولین بازی رو انجام میدیم، منتظریم حریف پیدا بشه، یک بازی بتونیم بعد حریف پیدا شد. صاف وان یک آنجانسن تازه بعد هر جفت لامینیامال داریم ترکیب. امیدوارم خط دفاعی ضعیف باشه تا بتونیم و دروازه تا بتونیم بهتر کنیم، یک خط هم داشته باشه، بازیش خوب نباشه، بتونیم رتبه خوب رو بگیریم. از مدت جنگ رمضان دیگه رتبه همون خیلی اومد پایین تر، رو بریم رتبه دوباره رتبه بالایی رو به دست بریم. امیدوارم بریم حریفمون حریف خوبیه یا نه، یا ماز خیلی ضعیفیم. بعدیم ترکیب ما این هم از لامیان 121 داره، خیلی قویه، خیلی قویه، اما بازکن دیگهش چنگی به دل نمیزنه. خب اول موقعیت هم از دست ما، دومین موقعیت خب یه گل زدیم. الان امیدوارم الان دوباره با اندریک دومی زدیم و همینجور ادامه بدیم، میتونیم بله سوم هم به ثمر برسونیم. او یه گل زد با لامینیامال، چهارم هم زدیم. خیلی حریف شغلی نیست. یه گل دیگه احتمالا تیمش قوی تر بوده تو اکسچنج. او دوباره با یامال زد، داره لامینیامال 124 رو گرفته، 122 رو گرفته. ما 117 که با یک رنگ اوکرین 118 بر عدل بارکولا به پای ما اینا نمیرسند. اوه چی زد بیرون اندریک. اوه یه گل زد، نیدم با کی، فکرم دوباره با یامال زد. بارکولا خیلی ریسکی از اینجا. اوه دوباره با لامینیامال دروازه‌مون باز کرد، یه گل دیگه زدیم. بذاریم 10 تاش این هم از گل 10 امیدی نمیمونه برای برگشت. اوه یامال پنجمی رو زد و اوه خب 10-5 شد. ببین میشه نتیجه بهتون ادامه کنم. بعد ما 10-5 بازی رو بردیم، بعد 10-5 بازی رو بردیم. گل اول ما یامال، اندریک بارکولا، گلم لامین یامال، بارکولا لامین یامال برای ما، یامال بر حریف، دوباره اندریکو بارکولا، دوباره یامال، بارکولا یامال، بارکولا و 5 تا گلش هم با لامین یامال 121 به ثمر رسوند. بازی خوبی بود و بسیم پروی 2 رسیدیم. خدا شد بود به اون تغییر کرد، حریفا سرسخت‌تر رو جایرتر میشن. امیدوارم بتونیم رتبه بهتری از کسب کنیم، جایزه رو بگیریم تا بازی بعدی هم بشه درست کنیم. بله این بازی دوم این جام جهانی بله مش تنوالدیده. او نیمار رو داره فکر کنم، نیماره فکر نکنم الان 120 باشه 2014، خدا کنه نباشه. این تو بیسیک چینز از ما بهتره، اما تو گری چینز و بود چینز بهتره، دسته بالاتری داره. این از ترکیب ما و این هم از ترکیب او حریفمون. چقدر خوبه، دوازمش دوبل کاوه 109 از سخت بزنیم.
پاس برای میگم قویه. اولی زدیم. این از ما کیت دوم میمدیم. اینم چه گولی خدای گل باشم. چهارمین گل هنوز نزده. خیلی دست بالا گرفتیم. نه حریف قبلی باز بهتر بود. 10-5 شکستش دادیم. راحت تر باشون 7 گل خوردن بدون که یک حتی بدون که یک بزنن. چیکار میکنه اونجا؟ دروازه بانه اون خط قوی هم داره. سخت گل زدن بهش. پاسی یاده برادلی بارکولا استوب نازش. به به تیرک برگرده اون بارکولا برای لامین یامال. لوکاس پاکت آفساید. اینجا آفساید میخواد چیه؟ سویسینی پاس برای اندریکو. 10-0 تو این سطح بازی خیلی بده. سینپوروی دو تا اینجا پیش اومده 10 تا گل خورد تو مثلا یه گل نزنه خیلی بده. نمیازم 10-0. حرف قبلی خیلی سرسخت بود. یک مقدار استرس وارد کرد با گلایی که زدن این حریفمون. اصلا حریف خوبی نبود. راحت شکستش دادیم. خب گلامونو که 11 تاشو زدیم. آلمادا، 2 گل یامال، اندریک، باریوس، اندریک دوباره لامین یامال، باز هم اندریک، بارکولا، اندریک و 2 گل آخر من دوباره با اندریک به ثمر رسوندیم و یک دست دیگه هم باز کنیم میشه 3 تا دست. انقدر ویدیو کوتاه و سریع تمام نشه، به اتمام نرسه. اینم از آیتم پک استار پاس 30 تا دادیم. اکس پی برای بالا بودن لول 90 تا بگیریم. شید 1074 تا بازون نمیشه باش گرفت. بازون گرفتیم. دروازه‌مون رو گرفتم 113 بود و چند شد 104. یک آپش دادیم و فعلا از درفتم که ویدیویی که براتون گذاشتم و میذارم باز کنم. دوباره ماچین فایلت شد 132. خیلی تا 999 هم رفته. ضعیف بودنش. بله حریف پیدا شد. بوکا جونیور تییاگو اس اف زی با من قبل موقع جنگ دوباره بازی برسانم. اکانتم پاک شده. اکانت ای فوتبال هم ولی اکانت اف پاک شد. ویدیو ای فوتبال هم براتون میذاریم. آنلاین ای آی دیویژن پک میزنیم اینجا هم. اما خیلی از اف سی داره اف سی بهتر درفت داشت ای فوتبال. این ترکیب و اینم از ترکیب حریف. بازیکناش اووراش بند پومرو 85 راحت چون گل بزنیم. از این حرف به این حرف معلوم آرژانتینی. لامین یامال چه گل انصافا قشنگ. یک مقدار امیدوارم حرف قوی باشه آدم خوشحال میکنه تا ضعیف باشه کارش آسون باشه. همه این طبقه کننده از این دست اول 10-5 دست اون 11 هیچیم تا حالا 3 هیچه. حریف ها حرفی برای گفتن ندارن جلو ما. خب با کاکا زد یک مقدار جذابیت بازی شد. ما فقط داریم گل میزنیم از هر موقعیت. اون از 10 موقع یه گل بازم که اصلا گل نزد حریف. داریم از هر موقع تقریبا گل. با کاکاش مثل لامین یامال اون حریف اولیه 121 5 تا گل زد باش. ما با هر سه مهاجم گل میزنیم. دوباره با کاکا زد. چی جوری کاکاش سی ای ام گل میزنه. چقدر تون با کاکا گل زنه. بدیم دیلا یامال بزنه گل نهمو 10 تاش میکنیم. اینم دو رقمی میکنیم. 4 تا با کاکا عالی بود. یک چه گلی. اینم 5 تاشو با کاکا زد.
والا شد 11-5 این حرفم شکست دارم اگه گلی نزده باشه دیگه. تا این آب داره